راستی شما گفت یه زنگ بهش بزنیم. حالا چرا انقدر داغونی؟ چون کار میکنم. مگه بده؟ آره بده وقتی آخر ما کارت هنوز بازه ولی جیبت بسته حالا است. باز خدا رو شکر شغلت سر جاش. شغل آره. شغل یعنی آینده، این مصرف شدنه، مصرف آدم. یعنی چی؟ معلومه دیگه، یعنی وقتتو بفروشی، عمرتو خرج کنی ولی زندگی جلو نره که نره. یعنی الان میگی بیکاری بهتره؟ نه حرف تو دهن من نذار، هر جفتش سرطانه. فقط وقتی بیکاری میدونی نداری، ولی وقتی میری سر کار فکر میکنی داری ولی نداری. حالا این پولات کجا رفته؟ رفته دنبال اجاره خونه، برگشته قبض شده، نشسته قسط شده، آخرش هم گم شده. ای بابا. این اسمش کار نیست، فرسودگیه. آره راست میگیم. دیگه چه خبر؟